عزیزم من فردا با پوششی که دوست دارم، اصلا این پوشش میتونه روسری، فقط روسری برداشتم باشه، اومدم داخل خیابون و به خاطر همین هم توی ایران موندم و رفتن رو انتخاب نکردم. شما با پوشش من مشکل داری یا خیر؟ بله، حالا مای بادی مای چویس، بدنه منه، خانمای غربی گفتن انتخاب منه. رسیتا سخت جنی گفت آقا من خودم انتخاب بکنم چی بپوشم چی نپوشم. میخوام بگم این حرفای من ثبت و ضبط میشه. ما داریم همون مسیر رو میریم که اون 200 سال قبل رفتن. الان خانم وندی شلید کتاب مینویسه ریترن تو مادستی، بازگشته به عفاف. ما اشتباه کردیم این مسیر رو رفتیم. چرا 10-11 تا دونه دلیل میاره. یکیش اینه، میگه جنس زن تبدیل شد به کالای جنسی. اینو آیندگان میگن. خانم الزیماری اینو میگه در سوئیس که ما داریم زندگی میکنیم، دور از جون همه خانم ها، جنس زن تبدیل شد به دستمال های کاغذی. افراد میان سوء استفاده آشنا میکنن، میندازن دور، میرن سراغ بعدی. حجاب فقط مسئله حجاب نی، پشت بنده حجاب روابط آزاده، پشت بنده روابط آزاد میشه هزار یک مسئله که یکیش خیانت.